یکی از امکاناتی که به طور کلی در این نرم افزار وجود داره امکان گزارشگیری از پروژه هست. هم از کلیت پروژه و هم از قسمت‌های مختلف پروژه این امکان وجود داره که محقق بتونه گزارش بگیره. فرض میکنیم که شما در واقع یک کار یا یک پروژه تحقیقی دارید انجام میدید یا پایان‌نامه‌ای انجام میدید و حالا کارفرمای شما یا استاد راهنمای شما ازتون میخواد که قسمت‌های مختلفی از پروژه‌تون رو به صورت مجزا گزارش بگیرید و بهشون نشون بدید. به طور کلی تمامی قسمت‌های مختلفی که ذیل این نرم افزار ذیل یک پروژه در این نرم افزار تعریف میشه با راست کلیک کردن گزارش گرفت. برای مثال من الان در محیط سورس ها هستم. اگر در این فضا راست کلیک کنم می‌بینید که دو تا گزینه اکسپورت و پرینت رو دارم. عمدتاً با استفاده از گزینه اکسپورت میتونم فایل های دیجیتالی در قالب حالا بسته به نوع داده ها در قالب فایل های اکسل، در قالب فایل های ورد و در قالب فایل های HTML گزارشگیری کنم. پرینت هم که مشخص هست، با پرینت گرفتن میتونم در واقع به صورت فیزیکی داده های مربوط به هر بخش رو روی کاغذ چاپ کنم و به مخاطبین خودم بدم. این امکان همونطور که گفتیم الان در منوی سورس من امتحان کردم وجود داشت. در منوی نود باز به همین صورت اگر من راست کلیک کنم گزینه اکسپورت و پرینت رو میتونم ببینم. در کلاسیفیکیشن باز به همین صورت، یعنی برای تک تک مراحل مختلفی که من باشون کار کردم به عنوان یک محقق امکان گزارشگیری وجود داره. جدا از این حالت عام گزارشگیری، فولدری در نویگیشن ویو یا پنجره راهنما وجود داره تحت عنوان ریپورتس که به صورت کاملا مشخص برای گرفتن گزارش از پروژه تعریف شده. این فولدر داره دو تا ساب فولدر در قسمت فوقانی پنجره راهنمایی هست، که ریپورتس و دیگری اکسترکت. در منوی ریپورت و همچنین در منوی اکسترکت می‌بینیم که یه مقدار یک سری ویزارد ها وجود داره، یک سری قالب های از پیش تعیین شده برای گزارش گرفتن. در این درس در نظر داریم که نحوه استفاده از این قالب ها رو آموزش بدیم. فرض میکنیم که محقق نیاز داره که یک گزارش از سورس های خودش، از منابع داده خودش در واقع استخراج کنه. برای این کار از بین گزینه‌های مختلفی که وجود داره محقق می‌باید سورس سامری ریپورتس رو در واقع گزارش خلاصه از سورس ها رو انتخاب کنه و با راست کلیک روی اون و انتخاب گزینه ران ریپورتس معیارهای گزارشگیری رو مشخص کنه. قبل از اینکه به این نکته بپردازیم به این نکته اشاره کنم که با راست کلیک کردن روی هر کدوم از این ویزاردها و قالب‌های از پیش تعیین شده و کلیک روی گزینه ریپورت پراپرتیز، محقق میتونه به این اطلاع دسترسی پیدا کنه که در واقع این ریپورت از چه چیزی گزارش میگیره. در این قسمت دیسکریپشن به طور کامل توضیح داده که مثلا نود ریپورت چی رو قرار بگیره یا سورس سامری ریپورت گزارش از چه چیزی قرار بگیره. پس اطلاعات مربوط به هر کدوم از این ویزاردها با راست کلیک روی اونها و انتخاب گزینه ریپورت پراپرتیز قابل دستیابی است. اما برای اجرای گزارشگیری طبق همون مثالی که گفتیم، مثلا من بخوام یک گزارش خلاصه از سورس هام داشته باشم روی این راست کلیک میکنم، گزینه ران ریپورت رو میزنم. از بین در واقع اطلاعاتی که این بالا داده شده در رابطه با این گزارش یا این ویزارد از این قسمت استفاده میکنم. سورس هیرارشیکال نیم رو تیک میزنم و گزینه سلکت. در این دستور میدم که کلیه سورس هایی که در قسمت اینترنال دارم رو اینطوری که دیدید با تیک زدن روی اینها تمامی اینها انتخاب شده. تمامی سورس هایی که من در قسمت اینترنال دارم رو به عنوان یک سورس گزارشگیری کن و به من ارائه بده. انتخاب میکنم گزینه اوکی و مجددا گزینه
اوکی. می‌بینیم که در قسمت دیتیل ویو جزئیات گزارشگیری من در 3 تا پنجره نمایش داده میشه. پنجره سمت چپ در واقع دسته‌بندی از نوع سورس ها داره. میگه سورس هایی که نوعشون آدیو بوده، اگر روی این به علاوه کلیک کنن اینا سورس هایی هستن که آدیو هستن. باز هم تکرار میکنم علت این که تعداد سورس های آدیو من انقدر زیاده به این خاطره که من برای برون رفت از مشکل زبان فارسی در این نرم افزار ناچار شدم خیلی از داده های متنی رو هم به صورت آدیو وارد کنم. تعداد دیتا شیت ها یکیه که در واقع با عنوان شایستگی بوده و به عنوان یک داده از نوع دیتا ست وارد پروژم شده. تعداد فایل های پی دی اف هم در واقع 2 تا بوده. سورس های پی دی اف هم یکی خسروی بوده و یکی یک در واقع سایت اینترنتی بوده که کپچر کردن و به صورت پی دی اف ذخیره شده. تعداد عکس ها هم یکی بوده با عنوان دانشگاه و تعداد ویدیو هم که فقط مصاحبه احمدی بوده که به صورت ویدیو بوده. یک اطلاعات کلی در رابطه با سورس ها. در پنجره میانی همونطور که میبینیم در واقع هر کدوم از این موارد با توضیحات بیشتری در واقع نمایش داده شدن. برای مثال total words in source میگه که تعداد کل کلمه هایی که در این سورس مثلا حسینی بوده 38 تا بوده. تعداد کل کلماتی که در گفته های دهقانی یا سورس دهقانی بوده 519 تا بوده. در مورد رجوی 483 تا بوده. این اطلاعات به صورت جزئی تر داده میشه و سایر اطلاعات رو من میتونم از این قسمت یا پنجره میانی به دست بیارم. پنجره سمت راست یا آخرین پروژه که کلی این اطلاعات رو در قالب یک صفحه کاملا مجزا به من نمایش میده. حالا هر جا که لازم داشته باشم، برای مثال میخوام اطلاعات پنجره میانی رو به صورت مشخص‌تر داشته باشم، کافیه روش راست کلیک کنم و با استفاده از این 2 تا گزینه بنابر نیازم گزارش رو به صورت فایل جداگانه نگهداری کنم. مثلا با استفاده از گزینه export report results همونطور که میبینیم قراره که این نتایج رو به صورت یک فایل docx یا یک فایل ورد به من ارائه بده. برای این کار محل ذخیره شدن این گزارش رو مشخص میکنم. من فعلا دسکتاپ رو انتخاب میکنم و بعد گزینه سیو رو میذارم. حالا اگر به دسکتاپ هم برگردم میبینم که یک فایل ورد با نام source summary report تشکیل شده و کلیک روی اون این فایل باز میشه و به طور کامل همه این اطلاعات رو در قالب یک فایل ورد به من نمایش میده و من میتونم حالا بنابر نیازم از این پرینت بگیرم و به مخاطبم این پرینت رو ارائه کنم. یا بر فرض مثال اگر من نیاز داشته باشم که از نوت هام سامری بگیرم، ببینیم به چه صورت میتونیم این کار رو انجام بدیم. روی نوت سامری ریپورت کلیک میکنم و گزینه ران ریپورت رو میزنم. توضیحات مربوط به این که این ریپورت در واقع چه چیزی رو برای ما گزارش خواهد گرفت رو میتونیم بخونیم و بنابر نیازمون اگر دیدیم که در واقع این ریپورت به کارمون میاد گزینه سایر مراحل رو ادامه بدیم. نوت هیرارشیکال نیم در واقع اینجا میخواد که یک ساختار سلسله مراتبی از نوت ها رو به من نمایش بده. گزینه سلکت رو انتخاب میکنم. با فرض اینکه من در تری نوت هام رو به صورت سلسله مراتبی ایجاد کردم، تری نوت ها رو انتخاب میکنم، تیک میزنم و اوکی و مجددا اوکی. باز میبینیم که در قسمت دیتیل ویو یک گزارش 3 بخشی در قالب 3 تا پنجره به من نمایش داده میشه. قسمت اولی خلاصه کلی از نوت هاست که تری نوت ها رو مشخص میکنه. در پنجره میانی تری نوت ها رو به اضافه در واقع نوت های جزئی اونها نشون میده
و در پنجره پایانی همینطوری که میبینیم کلیت این یافته ها رو در یک صفحه کاملا جداگانه نمایش میده. باز هم طبق اون چیزی که در درس قبل صحبت کردیم، با راست کلیک روی هر قسمت و انتخاب گزینه expand یا export ما میتونیم اطلاعات بیشتری رو از یافته‌ها و گزارش خودمون تهیه کنیم. به ویژه با استفاده از گزینه پرینت میتونیم این اطلاعات رو پرینت کنیم و روی کاغذ داشته باشیم و با استفاده از گزینه export report result میتونیم یک فایل دیجیتال در قالب فرمت داک یا فایل ورد از این گزارش به دست بیاریم و در قسمتی از سیستم خودمون ذخیره کنیم. در واقع در این درس یاد گرفتیم که به صورت کاملا اختصاصی به چه صورت از قسمت‌های مختلف پروژمون گزارش گیری کنیم.